خب در این آموزش به مبحث قیدگذاری و جعبه ابزار کانسترینت میپردازیم. اگه جعبه ابزار کانسترینت رو ندارید میتونید راست کلیک کنید و اینجا تیک کانسترینت رو بزنید که براتون ظاهر بشه و در صورتی که در این منو پنهان شده با دوبار کلیک بر روی فلشی که به سمت پایینه میتونید جعبه ابزارهای پنهان شده رو نمایان کنید. خب قیدگذاری یکی از مهمترین اصلاییه که توی نرم افزار کتیا وجود داره و به نوعی میشه برتری نرم افزار رو نسبت به خیلی از نرم افزارهای دیگه طراحی در نظر گرفت. قیدگذاری بدین صورته که ما میایم اندازه‌گذاری های شکلمون رو در حالت دو بعدی انجام میدیم تا ساختارهای درست سه بعدی رو به دست بیاریم که به همین راحتی قابل تغییر نباشه و به اصطلاح تولرانس درستی رو داشته باشیم که در ساخت دچار مشکل و تفاوت ابعادی نشیم. خب برای اینکه مبحث اندازه‌گذاری رو شروع کنم یک مستطیل رسم میکنم. تا اینجا هر رسمی که داشتیم به صورت آزاد بود و از اینجا میخوایم که اندازه‌گذاری رو انجام بدیم. خب این یک مستطیل ساده ایه که با نگه داشتن یک زلش و جابجا کردن موس میتونیم اندازش رو جابجا کنیم و محلش هم تغییر بدیم. قیدگذاری به این میگن که این شکل به رنگ سبز رنگ در بیاد و به هیچ وجه قابل جابجایی توسط نگه داشتن قسمتی از شکل و تکون دادنش نباشه. خب دستور اول جعبه ابزار constraint همونطور که میبینید constraints definition in dialog box بسته است. به توضیح این برمیگردیم. ابتدا اندازه‌گذاری رو میخونیم و بعد به قیدگذاری ها میپردازیم. اندازه خودش یک نوع از قیدهای مربوط به نرم افزار کتیا است. خب من اینجا دستور constraint رو انتخاب میکنم و ضلعی که میخوام اندازش رو تعیین کنم و انتخاب میکنم. خب اینجا دیدید این ضلع انتخاب شد و اندازه من برای من نمایان شد. دوباره روی اندازه کلیک میکنم و مقدار رو بهش نسبت میدم و اینو 150 تعیین میکنم. خب حالا ضلع پایینمون 150 شد. این بار ببینید با جابجایی این ضلع دیگه این اندازه 150 تغییر نمیکنه و فقط شکلمون محلش جابجا میشه. اما با نگه داشتن این ضلع و جابجایی همونطور که میبینید اندازه این ضلعم هم قابل تغییره. پس اندازه این ضلعم رو تعیین میکنم، کانسترینت رو میزنم و دوباره روش کلیک میکنم و مقدار 50 رو بهش اعمال میکنم. حالا مستطیل من تعیین شد. به این سمت هیچ جابجایی یا از لحاظ اندازه‌ای نداره، به سمت بالا نداره و تنها چیزی که وجود داره محل این مستطیل نسبت به یک مبدأی تعیین نشده و محلش مشخص نیست که باید محلش هم تعیین کنیم. خب برای این کار میتونیم فاصله یکی از این اضلاع رو نسبت به محورها مشخص کنیم. خب من اگر بخوام فاصله ای رو تعیین کنم اندازه رو تعیین میکنم، روی این ضلع کلیک میکنم بدون اینکه کلیک دوم انجام بدم. ببینید به رنگ بنفش در اومده، یعنی این قیدگذاری اضافه است. خب ما نمیخوایم که اندازه این ضلع رو داشته باشیم، میخوایم این فاصله رو داشته باشیم. من خط دومم رو انتخاب میکنم و اون اندازه ضلع به فاصله تبدیل میشه. من مقدار 50 میدم و همونطور که میبینید در جهت به اصطلاح محور اینجا وای ها امکان جابجایی شکلمون از بین رفت و شکلمون در فاصله 50 از محور زد ها قرار گرفت. خب حالا تنها قیدی که میمونه فاصله این خط تا محور وای هاست. من اینجا کانسترینت رو تعیین میکنم، دوباره کلیک میکنم این ضلعم فاصلهش تا محور و مقدار 50 براش تعیین میکنم و میبینید شکلمون سبز رنگ شد و به صورت فولی در اومد. به این حالت از سبز شدگی صفحه فولی شدن شکلمون گفته میشه. توجه کنید که این یک شکل ساده مستطیلیه و ما هر شکلی که رسم میکنیم حتی با دستور پروفیل
باید اندازه‌گذاری های مناسب رو انجام بدیم تا به شکل فولی در بیاد. حالا یک اندازه‌گذاری دیگر رو برای متوازی الاضلاع انجام میدم. خب دوباره قید اندازه رو انتخاب میکنم و برای این ضلع اندازم رو به میزان 100 تعیین میکنم. میتونم هم اندازه این ضلع رو تعیین کنم، هم فاصله این دو خط رو. این بار میام و این خط و این خط رو تعیین میکنم تا برای من فاصله این دو خط رو بهم بده. توجه کنید اگر من اندازه این ضلع رو انتخاب میکردم عدد متفاوتی به اصطلاح به دست می آوردیم که طبق قضیه های هندسه اینجا یک مثلث قائم الزاویه ایجاد میشه که زاویه قائمه داره و حالا قضایایی مربوط به فیثاغورس رو میتونیم اینجا مشاهده کنیم. خب من فعلا این اندازه گذاری رو حذف میکنم، اجازه میدم همین اندازه باشه، مقدارش رو 50 قرار میدم و با جابجا کردن شکلم میتونم ببینم که قیدگذاری از لحاظ فاصله دو خط انجام شده، اما از لحاظ این زاویه هیچ قیدگذاری و اندازه گذاری رو نداشتیم. پس میتونم اینجا اندازه این زاویه رو تعیین کنم تا شکلم مقدار بیشتری ریجید بشه. خب اینجا من مقدار رو به 60 افزایش میدم و حالا ببینید تنها چیزی که باقی میمونه محل قرارگیری شکلم نسبت به یک مبدأ مختصات ثابته. ببینید اینجا من میتونم این شکلم رو نسبت به محور اندازه گذاری کنم و نسبت به قسمت سبز شدم اندازه گذاری باعث میشه که شکلم به حالت فولی در بیاد. من دستور اندازه گذاری انتخاب میکنم، فاصله این خط تا این نقطه از شکلم رو 75 اعلام میکنم و فاصله این خط تا محور رو به اندازه 60 قرار میدم. همونطور که میبینید شکل دوم هم در حالت فولی قرار گرفت و اینجا یاد گرفتیم که میتونیم اندازه گذاری رو به صورت زاویه‌ای هم انجام بدیم. خب من یک شکل دیگه رو رسم میکنم اینجا و نسبت به اون شکل حالا میخوام اندازه گذاری رو انجام بدم. پاکش میکنیم، من شکلم رو رسم میکنم، یک مستطیل مرکزی رو انتخاب میکنم. خب اینجا مستطیل های من بدین شکل رسم شدن. یک دایره رو در مرکز این مستطیل ها قرار میدم و همچین دایره رو خواهیم داشت. خب اندازه گذاری ها رو انجام میدم. این فاصله رو به اندازه 350 قرار میدم و فاصله این دو خط از یکدیگر رو به اندازه 500 در نظر میگیرم. فاصله این خطوط به اندازه 145 قد بود و فاصله خطوط بعدی هم به اندازه 145 قد. دایره رو مقدارش رو به 120 تغییر میدم. خب میبینید که شکلمون در حالت فولی قرار گرفت چون تمام شکل هامون مرکز داشتن و مرکز دقیقا در مرکز مختصات که یک مختصات فیکس هست قرار گرفته و به همین دلیل فقط با اندازه گذاری فاصله ها فولی شد. اینجا میخوام به یک نکته اشاره کنم. من این اندازه رو پاک میکنم و اندازه گذاری ذیلی رو انجام میدم. خب حالا من اگه دستور مربوط به تریم رو انتخاب کنم و کویک تریم و بخوام اینجا این خط و این خطوط رو پاک کنم با اروری مواجه میشم. من به این خط کلیک کنم، یک همچین اروری رو میتونیم ببینیم که میگه که این اندازه گذاری طوله و اگه میخواید که
حالا اینجا رو تریم کنید باید به دیستنس تبدیل بشه که من یس رو میزنم. در حالت ابتدایی که من اینجا اندازه اینجا رو با استفاده از این دوتا خط نه با این خط انجام داده بودم، اگه کلیک کنم که همچین خطایی رو هیچ وقت دریافت نمی کنم. دیدید که شکلم رو تونستم به این حالت در بیارم و حالت فولی رو براش انجام بدم. خب حالا به بررسی دستورات مربوط به اصطلاح قیدگذاری ها میپردازیم و انواع قیدهایی که میتونیم توی نرم افزار کتیا داشته باشیم و توضیح میدیم. من اینجا چند تا المان مختلف رو رسم میکنم که بتونم قیدها رو کامل برای شما توضیح بدم. یک مستطیل، خط، دایره، تمام مباحثیه که خوندید و سعی میکنیم که قیدگذاری اتوماتیک انجام نشه. یک متوازی لحظه اگه میخوایم قیدگذاری اتوماتیک انجام نشه کافیه که شیفت رو نگه داریم و شما هم از این به بعد در رسم هاتون تا زمانی که به صورت کامل روی قیدگذاری اتوماتیک مسلط بشید شیفت رو نگه دارید تا رسمتون دچار مشکل نشه. من چند تا نقطه انتخاب میکنم و تمام. خب ببینید من وقتی که این المان رو انتخاب میکنم برای من دستور constraint definition in dialog box باز میشه. ما این پنجره رو تحت عنوان پنجره قیدگذاری میشناسیم. من با یک خط وارد این پنجره میشم و همونطور که میبینید برخی از این دستورات در حالت فعال قرار میگیره و برخی دیگه به اصطلاح دیسیبل یا غیر فعاله. خب اولین دستوری که میتونیم اینجا اجرا کنیم دستور لنس که روش اگه کلیک کنیم اندازه این خط رو برای ما قیدگذاری میکنه که اونجا قابل تغییر هم هست و قبلا هم با استفاده از دستور constraint تونستیم اندازه گذاری رو انجام بدیم. دستور بعدی دستور فیکسه که میاد این خط رو برای من فیکس میکنه تا در مواردی که لازمه یک محور فیکس درست کنیم و قیدگذاری رو نسبت به اون محور انجام بدیم که ما ابداً از این دستور برای قیدگذاری استفاده نمی کنیم، یعنی فعلا استفاده نمی کنیم. در مواردی که خیلی پیشرفته تر خواستیم کار کنیم قطعا این دستور هم به کمک ما خواهد اومد. اما دو قید دیگه که به خط امکان نسبت دادنش هست تبدیل این خط به حالت هوریزونتال یا افقی و ورتیکال یا عمودیه. من به محض اینکه روش کلیک کنم همونطور که میبینید خط من در حالت افقی قرار گرفت و یک اچی بالاش نوشته شد که نشون دهنده قید هوریزونتاله. همونطور که میبینید مستطیل هایی که رسم میکنیم خودشون به صورت پیشفرض قید هوریزونتال و ورتیکال رو برای ذیل هاشون در نظر گرفتن. من حالا میتونم قید هوریزونتال رو بردارم ورتیکال رو بزنم و ببینید که میتونیم خط رو به حالت ورتیکال هم در بیاریم. خب من حالا هیچ قیدی بهش نسبت نمیدم و ازش خارج میشم. حالا میخوایم که این بار قیدهای مربوط به این خط و این خط با انتخاب دو المان رو بررسی کنیم. باز میکنیم اینجا ببینید دستوری که باز میشه دستور دیستنس، دستور لنس، دستور انگل و دستورهای دیگه که الان در موردشون میخوایم بیشتر صحبت کنیم. دیستنس به این حالته که فاصله دو خط رو نسبت به هم نشون میده. برای اینکه بتونه این فاصله رو نشون بده میاد خط رو موازی با این خط ورتیکال میکنه و فاصله شو برای ما به نمایش در میاره. دستور لنس برای هر دوتاشون اندازه گذاری رو انجام میده و انگل زاویه مابینش رو نشون میده. بهتره برای اینکه انگل رو نشون بدیم در حالت اولیه قرار بدیم و دستور انگل رو بزنیم. همونطور که میبینید زاویه بین دو خط رو برامون نشون میده که خب دقیقاً مثل همون حالتیه که از دستور constraint استفاده میکردیم. خب دستور انگل رو از حالت انتخاب در میارم و میریم سراغ دستورات بعدی. خب یکی از خطوطمون به صورت ورتیکاله، خب در حالت ورتیکال قرار داره و قیدش روشنه. دستور هوریزونتال باعث میشه که این یک خطمون حالت هوریزونتال بگیره
که من از حالت سلکت در میارم. دستور پرپندیکولار بدین پارالیلیسم و اول توضیح میدیم که به صورت موازی قرار میده این دوتا خط و دستور پرپندیکولار قید عمود بودن رو ایجاد میکنه که علامت قید عمود بودن هم به این شکله و در قیدگذاری اتوماتیک بهتره که اینها رو متوجه باشید و حین رسم بهشون توجه کنید. اما دستوری که ممکنه که خیلی ازش استفاده کنیم دستور کوینسیدنس. دستور کوینسیدنس قید انطباق نامگذاری شده و میاد خطمون رو روی این خط قرار میده بدین صورت که در امتداد هم قرار میگیرن. همونطور که میبینید در امتداد هم قرار گرفتن و یک حرف اویی بر روی هر دوتا خط قرار گرفته که این قید انطباق رو برای ما فعال میکنه. من میذارم که این دوتا خط نسبت به هم در حالت انطباق باشن و به محض اینکه روی او کلیک کنم امتداد یک خط نارنجی رنگ نشون میده که این خط با کدوم ضلع قید انطباق دارم و همونطور که میبینید جابجایی این خط یا این خط اثری رو روی خط بعدی که حالت انطباق با اونو پیدا کرده رو داره و نشون میده. ما میتونیم یک نقطه از این خط رو با یک خط در حالت قیدگذاری بررسی کنیم که قید اندازه، قید میت پوینت برای قرار دادن در مرکزش. حالا چون اندازه گذاری نشده بود شکلمون رو جمع میکنه. من یک اندازه برای شکل قرار میدم. دوباره این نوک شکلمون رو انتخاب میکنیم با خطی که اینجا وجود داره. میتونم قید میت پوینت رو بزنم. چون در حالت انطباق قرار داره نمیتونه در روی میت پوینت قرار بده و میبینید به رنگ قرمز در میاد که قید تناقض رو نشون میده. من کنسل میکنم. قید انطباق روش کلیک میکنم که در حالت سلکت باشه و دیلیت رو میزنم تا پاک بشه و بتونم قیدگذاری دیگه ای رو انجام بدم. خب وارد این پنجره میشم، میت پوینت انتخاب میکنم و همونطور که میبینید این خطم نقطهش بر روی مرکز این پاره خط قرار میگیره. میتونستم به جای استفاده از دستور میت پوینت از دستور کوینسیدنس استفاده کنم. فقط به جابجایی شکل توجه کنید که ما اینجا تقدم کلیک رو داریم چون من اولین نقطه رو انتخاب کردم و بعد این خط رو شکل بالا به سمت پایین حرکت کرد، ولی اگر در حالت فولی بود همیشه اونی که فولیه ثابت میمونه و شکلمون به اون سمت حرکت میکنه. خب در مورد قید انطباق هم صحبت کردیم. همونطور که دیدید نقطه من روی این خط منطبق شده و قابلیت جابجایی رو در جهت محور وای ها داره یا به صورت افقی میتونیم جابجاش کنیم، اما به صورت عمودی با جابجایی محل خط طول این خطمون هم تغییر میکنه. بریم سراغ قیدهای دیگه. من این بار دایره رو انتخاب میکنم. قیدی که برای من ظاهر میشه قید ریدیوس یا دیامتر که قطر دایره رو بهم میده. هرچند این قید رو میتونستیم به راحتی با استفاده از کانسترین هم اندازه گذاری رو انجام بدیم و قید رو قرار بدیم که اینجا بدین شکل قرار بگیره. اگر دو تا دایره رو انتخاب کنیم قیدی تحت عنوان قید کانسنتریسیتی فعال میشه که به ما امکان هم مرکز سازی این دایره رو خواهد داد. من اینجا کلیک کنم این دوتا دایره با هم مرکز میشن و چون این دایره کوچیک رو اول انتخاب کرده بودم دایره بزرگم به سمت دایره کوچیکم حرکت میکنه. قید تنجنسی رو داریم که اگه روش کلیک کنیم دوتا دایره از محلی که نسبت به هم قرار دارن مماس میشن. اگه دایره به سمت بیرون بود قطعاً قید مماسی به سمت بیرون انجام میگرفت. خب من این کار رو انجام میدم که ببینید. حالا بهتره که برای این دایرمون هم یک اندازه تعیین کنم. روش دوباره کلیک میکنم. میتونم از قسمت دیامتر نوعش رو تغییر بدم و این بار شعاع رو وارد کنم که شعاع برای مثال اینجا 20 رو تعیین میکنم. یک دایره کوچک رو داشته باشم. خب حالا دوباره این دوتا دایره رو انتخاب میکنیم و از قید تنجنسی استفاده میکنیم. همونطور که میبینید از سطح بیرونی با هم قید مماسی رو انجام میده. خب دوتا خط هم میتونن نسبت به
یعنی این خط یا این ضلع از دایره متوازی الاضلاع میتونه که با این قسمت از دایره حالت تنجنسی رو داشته باشه. همونطور که میبینید دایره میره اونجا در حالت تنجنت قرار میگیره. همچنین اینجا که میبینید خودش به صورت اتوماتیک قید موازی بودن رو ایجاد کرده. ما میتونیم این خطمون رو نسبت به این خط در حالت موازی هم قرار بدیم که قید پرپندیکولار رو اجرا میکنه، قید پارالیلیسم رو ایجاد میکنه که میبینید از علامت های مشابه استفاده شده. خب اینجا میخوایم که بقیه دستورات رو بیشتر در موردش صحبت کنیم. دستوری که وجود داره دستور مربوط به بیزی. من اینجا بیزی رو انتخاب میکنم، یک بیزی رسم میکنم و متاسفانه اینجا قید اتوماتیکو همونطور که دیدید اعمال کرد. نمیخوام هیچ قیدی داشته باشم، پس شیفت رو نگه میدارم و یک بیزی رسم میکنم. اگر بیزی رو انتخاب کنیم و وارد این صفحه بشیم میتونیم دو تا محور رو اندازه گذاری کنیم، یکی محور کوچک و دیگری محور بزرگ یا محور اصلی، سمی میجر و سمی مینیور اکسیس رو میتونیم اینجا اندازه‌اش رو تعیین کنیم. خب من دوبار کلیک کنم روشون میتونم مقدارشون رو تعیین کنم که یه همچین شکلی رو هم میتونیم داشته باشیم. خب من میخوام که برای مثال مرکز این بیزیم در مرکز شکلم قرار بگیره. این دو نقطه رو با کلید کنترل انتخاب میکنم، وارد پنجره میشم و کوینسیدنس رو انتخاب میکنم و همونطور که میبینید شکل من دقیقاً در مرکز قرار میگیره. خب دستور قید دیگه که داریم دستور مربوط به تقارن. ما ممکنه که یه همچین شکلی رو داشته باشیم و حالا من یک محور فرضی رو اینجا رسم میکنم. من نمیخوام قید گذاری اتوماتیک انجام بشه، شیفت رو نگه داشتم و یه همچین خطی رو رسم میکنم. خب اول این خط رو نسبت به محور اصلی فولی میکنم، یک زاویه بهش میدم، حالا زاویه 4 درجه رو برای مثال انتخاب میکنم و فاصله‌اش رو نسبت به محور تعیین میکنم. برای اینکه بتونیم فاصله رو تعیین کنیم بهتره که خط و این محور رو انتخاب کنیم، وارد این پنجره بشیم و دیستنس رو کلیک کنیم. خب همونطور که میبینید چون در حالت زاویه‌ای قرار گرفته امکان اندازه به اصطلاح تعیین فاصله نداره و برای این منظور باید نقطه و این خط رو انتخاب کنیم، یک نقطه ای از شکلمون و دیستنس اون نقطه نسبت به محور رو تعیین کنیم که من اینجا 1422 رو انتخاب میکنم. خب محورم تقریبا فولی شده، فقط جابجاییش نسبت به محور اچ مونده که اینجا اندازه گذاری رو میتونیم انجام بدیم و به صورت فولی در بیاد. حالا ما میخوایم این دو خط رو نسبت به این محور در حالت سیمتری قرار بدیم. من این دو خط رو انتخاب میکنم و وارد این پنجره میشم. میبینید که دستور مربوط به سیمتری فعال نشده. برای اینکه این دستور فعال بشه لازمه که بعد از انتخاب المان هامون کنترل رو نگه داشتیم و همین محور رو هم انتخاب میکنیم و حالا وارد این صفحه میشیم. همونطور که میبینید دستور مربوط به سیمتری فعال میشه و من با کلیک کردم میتونم این دو خط رو نسبت به این محور در حالت سیمتری قرار بده. میبینید که علامت سیمتری هم دو تا نیم دایره است که از وسطش یک خطی یا محوری رد شده. خب میبینید که این دو تا خط نسبت به این محور در حالت سیمتری قرار دارن و با جابجاییشون شکل بعدی هم جابجا میشه. میتونیم قسمت پایینی رو هم دقیقا به همین ترتیب
سیمتری رو براش انجام بدیم. خوب دیدید چون این خط رو انتخاب نکردم برای من ظاهر نشد. خط رو انتخاب میکنم و دست سیمتری رو کلیک میکنم و حالا این قابلیت رو داره که نسبت به این خط در حالت سیمتری قرار بگیره. خب اینا دستورات مربوط به قیدگذاری های مختلفه که با انجام مثال هایی میشه روی این دستورها بیشتر مسلط شد.